عبادت در شب برات. برات براعت اصل شب براعت کل تبلیغ امروز ما تینمی موضوع بود که عبادت در شب برات، فضیلت شب برات و اهم از قرآن عظیم الشان، هم از احادیث گوهربار رسول الله مبارک و هم از اجماع امت، هم از صحابه، هم از مذاهب، کلشان به اتفاق میگن عبادت در شب برات که شب 15 شعبان می آیا، شب 15 شعبان که امروز 11 شعبان است، 11 شعبان، صبح شب 12 شعبان، امشب 12 شعبان، صبح شب 13 دگر شب 4 شب 3 شنبه می آیا انشاءالله. شب 3 شنبه شب 15 شعبان است. طریقه مستحب است که شبش عبادت شوه و از طرف روزش روزه گرفته شوه و اگر تاریخ 13 و 14 و 15 گرفته شوه نور علی نور، بخاطر که ایام البیض هست در این ماه شعبان. ای روایت بی عایشه رضی الله تعالی عنها را برتان خواندم، دو روایت ام سلمه رضی الله تعالی عنها را برتان خواندم که اینها می فرمایند پیامبر ما علیه السلام هیچ ماه را نسبت به شعبان مکمل نمی گرفت، یگان روزش می گرفت، اما یگانه ماه شعبان بود که اکثر اوقات که رمضان مسلسل یک جا مکمل ماه شعبان روزه می گرفت، مکمل ماه شعبان. اما یگان روایات اگر ممانعت آمده فقها میگن از 15 به او طرف رسول الله مبارک و توان داشت، طاقت داشت، غذای روحی داشت، توانی روحی داشت. صحیح است؟ با ما شما انسان میگه به گرفتن روزه ضعیف نشه، باز در رمضان سستی نکنه، اگر او مشکل بود. ورنه گرفتن روزه در شعبان به نفسی هیچ مشکل نداره، بلکه ثواب داره. پیامبر ما علیه السلام زیاد میگرفت، خصوصا روز 15 شعبان روزه گرفتن، ای را بگیرین روزه درست است. و این موضوعات به فامیل انتقال بتین که این سیاسرا این خانوما در این موضوع بسیار حساس می باشند که شب 15 شعبان عبادت شوه، روزش روزه گرفته شوه. ای در حدیث می آیا، در تشریع اینمی آیا فیها یفرق کل امر حکیم، در این شب تمام فیصله ها صورت میگیره. روایت اکرمه صاحب برتان خواندم، اکرمه صاحب میگه تمام تصمیمات اجل انسان حتی کی حج میره انسان کلش دمی شب فیصله میشه و تصمیمات گرفته میشه. دمی شب 15 شعبان الله توفیق نصیب بکنه، آمین بگو.